کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان روز 24 میون سال 2022 خبر داد که اخیراً یک جوان 18 ساله جماعت دیهات لولزار نویه دنغره که به عیادت خویش و تبارش به دهه نوبنیاد جماعت دیهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان نویه وخش رفته بود، هنگام آبازی در کانال نویه وخش از بی‌احتیاطی غرق شده است. بعد دریافت خبر به جای حادثه دسته مخصوص جستجو و نجات ریاست کمیته در ولایت ختلان سفر برگردید. بعد راهاندازی کارهای جستجویی نیمه دوم روز 23 ایون ساعت 18:30 دقیقه جسد نامبرده 5 متر پایانتر از جای حادثه پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. بنا به خبر دیگر کمیته اولتای فوق‌العاده، یک نورس 16 ساله هم روز 21 میون سال روان در دریای زرافشان غرق شده به هلاکت رسیده است. او ساکن دهه باغچه جماعت شینگ شهر پنجکین بوده است. سبب غرق شدنش معلوم نیست. روز 23 میون سال 2022 نجات اختیاری از جمله ساکنان محلی جسد نابالغ را در ساحل رود زرافشان پیدا کرده به مقامات دخلدار سپردند. از اول هفته روان کمیته اولتای فوق‌العاده الکی درباره دست کم 5 مورد در دریا غرق شدن شهروندان تاجیکستان خبر داده، هفته گذشته درباره غرق شدن دست کم 9 نفر خبر داده بود. بنا به آمار کمیته اولتای فوق‌العاده از اول سال جاری در آبهای تاجیکستان الکی بیش از 60 نفر از جمله بیش از 30 کودک سنشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود.